شبی که همه بی تفاوت بودن، یک اتفاق کوچک مسیر پسر را عوض کرد. داستان شبی شروع شد که چراغ قدیمی بعد از سالها کار کردن یه صدای تق داد و خاموش شد. مردم در کوچه مثل همیشه رد می شدن بدون اینکه حتی سرشون رو بلند کنند. اما فقط یک پسر نوجوان متوجه این موضوع شد. پسر کمی مکث کرد. یه چیزی در دلش می گفت یه مشکلی هست. جلو رفت و دستش رو روی پای چراغ گذاشت. گرم بود، خیلی گرم. با خودش گفت این به شدت گرمه، نکنه خطرناک باشه. او اطراف رو نگاه کرد. مردم با عجله رد می شدن. سرشون در گوشی و غرق فکر و بی تفاوت بودن. اصلا متوجه نشدن که چراغ خاموش شده. پسر موبایلش رو بیرون آورد و شماره اداره برق رو گرفت. با صدای آرام گفت یه چراغ توی کوچه خاموش شده، فکر کنم خطرناک باشه. کمتر از 10 دقیقه ماشین اداره برق برای تعمیرات آمدن. 2 کارگر اداره برق با چراغ قوه رسیدن. کوچه کمی تاریک بود. یکی از اونها گفت اگه دیر میرسیدیم این سیم ها ممکن بود جرقه بزنن. نیم ساعت دیگه شاید نصف کوچه آتیش بگیره. وقتی ماشین اداره برق وارد کوچه شد، بعضی‌ها تعجب کردند. بعضی‌ها ایستادن و تماشا کردند. اما هیچ کس نمی‌دانست دلیل حضور اونها چیه. فقط یک پسر 14 ساله می‌دونست. هیچ کس نمی‌دانست قهرمان واقعی یک پسر است. پسر با آرامی راهش را گرفت و رفت و حتی به تشکر کردن توجه نکرد. چراغ کوچه به دوباره روشن شد. نورش کوچه رو پر کرد. شاید هیچ کس نفهمید چی شد. پسر متوجه شد که یک کار کوچک گاهی جلوی یک فاجعه بزرگ رو میگیره. دوستان عزیزم، کارهای کوچکم به اندازه خودشون مهمن. اگه از این داستان خوشتون اومد، کانال داستان رو سابسکرایب کنید.